در اوکراین برخوردهای نیروهای امنیتی با اعتراضگران مخالف حکومت این کشور همان ادامه دارند و در این بین شمار قربانی‌ها به شدت افزایش می‌یابد. فعالان مخالفین سعی دارند به اعتراضگرانی که از سلاح آتشفشان زخم برداشته‌اند کمک رسانند. در زدوخوردهای چند روز اخیر ده‌ها نفر به هلاکت رسیده، صدها کس دیگر زخم برداشته‌اند. رهبر مخالفین ویتالی کلیچکو میگوید که برخورد اخیر این یک اغوای طرحریزی شده مقامات است، ولی وزارت امور داخلی میگوید اکستریمیستان مسئول این برخوردها میباشند. در پایتخت مولدو و شهر کیشینیوف رهبران ائتلاف نیروهای رو به اروپا حوادث اخیر اوکراین را تکان دهنده نامیده تاکید کردند که مولدو باید از این رویدادها سبق بگیرد. در پی جلسه ائتلاف اعلان شد که این گروه سیاسی در میان مردم کشور برتری‌های روابط زیچ مولدو با اتحادیه اروپا را ترغیب خواهد کرد. ایوانگلوس ونیزلوس وزیر امور خارجه یونان، کشوری که رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر دوش دارد، روز پنجشنبه سوار ماشین به شهر اسکوپه پایتخت مکدونیا سفر کرد. ونیزلوس مخصوص با ماشین سفر کرده است تا هواپیمایش در فرودگاهی به نام اسکندر کبیر شهر اسکوپه به زمین نشیند. یونان و مکدونیا هر یک خود را وارث اسکندر مقدونی مینامند. یک ولایت یونان مکدونیا یا خود مقدونیا نام دارد و این کشور مخالف آن است که کشور همسایه نیز همین نام را داشته باشد. این مسئله باعث شده است که یونان مخالف آغاز مذاکرات قبول مکدونیا به اتحادیه اروپا می باشد. مقامات قرقیزستان ابراز داشتند که از میان 6400 منزل غیر قانونی که در کنارهای بیشکک بنیاد شده اند، تنها نصف آنها امکان دارند صاحب اسناد گردند. اکثر این خانه ها در دوران انقلاب سال 2005 بنیاد شده اند. بررسی مقام این خانه ها هنوز هم به پایان نرسیده است. در پایتخت بلاروس شهر مینسک نمایشگاه ارت سیاتزیبا وبسایت باز نمود تا از درآمد آن برای خود قرارگاه خرید. در این وبسایت مشتریان امکان دارند که برای ساختمان یک خانه ویرتوالی یا خود خیالی به طور رمزی خشت خریداری کنند. اخیراً اتحادیه شکارچیان و ماهیگیران بلاروس با اشاره به ختم قرارداد اجاره دستور داد که این نمایشگاه از بینای آنها خارج شود.